احتمالاً پیش ببره. لبخندی هم میزنه. علیرضا منصوریان خیلی جوونه و خوبه این بازیکن، انگیزه های زیادی خواهدش. کاملا تصویر از قائدی یه بازیکن رو جا میذاره، سرعتش خیلی بالاست. این مهدی قائدی خودش حرکت میکنه و یه بازیکن رو مقابل داره، دوباره خود مهدی قائدی داخل محوطه جریمه یه پاس بیرون می‌خواست بده اونجا. مهدی قائدی رو برگردوندن یه بار دیگه، باز هم بازیکن استقلال تهران تصویر دروازه. عالی این فرصت برای تیم استقلال و بردار و کارگردان ما هر سرزرد جلو میرفتن. یه بار دیگه پاسادی قائدی، دوباره خود قائدی با سرعت بالاش میاد و توپ در اختیار میگیره، راه میرسه. حالا قائدی به پای راست توپ آورده، پای قشنگی هم اونجا میزنه. عالیه این مهدی قائدی، خدا کنه که قدر این استعداد رو خودش در درجه اول بدونه و بعد بتونن بهش مربی‌ها کمک بکنن.